این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان. اندیشه ها با تاجیکی، فارسی دری راهی راست. از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان. این زمین را ارج از عرش است. بیاموز هرچند بیتوانیا، مگر خویشتن شاد گردانیا. این زمین را ارج از عرش است. شنونده عزیز، شما خوانشی بدیعی را تحت عنوان داستان نازگل در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراریان و کارگردان زبیدالله جان محمد میشنوید. داستان نازگل. جاوید بود مرزی خراسان. آغاز گفتار سیوم. در عهد شاهان کوشانی که مرکزش نخست پشاور و پس آن بلخ بود، ختلان از قسمت‌های ترکیبیش به شمار می‌رفت. به اندیشه محققان مقرر کردن پیدایش اتنیکی و دوران حکمرانی کوشانیان مشکلات زیادی را به بار دارد. آنچه که از این خصوص حکایت می‌کنند سکه‌ها و تاریخنامه‌های چینی، سوریانی و هندی می‌باشند. می‌توان فکری اکثریت عالمان را در این خصوص و توأم بودن یوجه ها را با کوشان و یا به هم آمده مخلوط شدنشان را طرفداری کرد. کوشانی ها را چینیان گویشوان ثبت کردند که به قول محققان همان یوجه های کبیرند و نخست حاکم آنها گیره بود. و به قول سید نفیسی هندیان به پیروی ایرانیان قدیم و یونانیان به ایشان اسم سارسیس می دادند، ولی چینیان این نژاد را جز اسم یوئیچی یا یوئیتی به اسم دیگر نمی شناسند. بنا به نوشته بابا جان غفورов آنها از 5 ملک یا قسمت عبارت بودند که سرورشان یوجه های بزرگ بود. آنها جنوب آمو را ضبط نموده خود در شمال آمو مسکن گزیدند. در مجموع می توان همین رویداد را به سال 130 و 128 پیش از میلاد نسبت داد و زمان به سر قدرت رسیدن سلاله کوشانی ها پذیرفت. آید به زنجیره شاهان کوشان می توان اخبار مأخذ های دیگر را بررسی نمود که در تقویت افکار محققان می باشند. مثل از میان این 5 قسمت بود که چینی ها آن را با اسم کیوشوانگ می شناختند و نویسندگان ارمنی آن را کوشان نوشتند و اسم تمام باختریان دانستند و نویسندگان سوریانی آن را کشان ثبت کردند. هرچند اندیشه بنده اعتماد را نشاید، ولی می باید از ریشه عمومی اتنیکی اقوام بادیگر سخن به میان کشید. شاید یکسر از طایفه های بزرگ سکایی بودند که با قبیله و اولاد قسمت می شدند و تاریخ نامه ها به هر رنگ نامشان بردند. چه بدون تفریقه گذاری یوجی ها، یوئیچی، هیتالیان، خیانی، کیداری ها، کوشانی و غیره نامیده می شوند. در مجموع در نتیجه گیری باستانشناسان آثار مادی یک قوم به دیگر نسبت می گیرد یا مالی عمومی دانسته می شود که در پایان خواهیم دید. دوره شکوفایی شاهیگری کوشان به عهد کنیشکا رسم می آید که سال 283 به قدرت رسیده
تا سال 301 کمک کرده است. درباره سکه های آوان کنیشکا و دیگر پادشاهان کوشانی که از حدود نواحی کولاب پیدا کردند قبلا مواد گرد آورده بودم که تکرارش را ضرور نمی شمارم. در زمانی که کوشانیان دولت می ساختند اشکانیان ممتاز بودند و پس آن نقش گیگمان را زنجیره ساسانی به دست گرفت. چنان روش رخداد و واقعه ها نشان می دهند شاهان کوشان در دو مرحله طولانی مقاومت شدیدی با اشکانیان و ساسانیان داشتند. منطق آموزش برایمون امکان می دهد عرض نماییم که در نبرد و محاربه ها با امپری بزرگ ساسانی رزماوران ختلانی شرکت می ورزیدند که پس از فصل به شرح آنها برمیگردیم و هم تفصیلات واقعه های سیاسی و عزم حاکم شدن شاهان ساسانی در آسیای مرکزی در آثار علامه باباجان غفور روشن و واضح است. اینک برمیگردیم باز به شناخت بادیه‌گردانی که در زمان تشکلیابی شاهیگری کوشان در گرد و پیش جیحون و سیحون زندگی کرده در سرنوشت خلقهای آسیا نقش مهم گذاشتند. مقرر نمودن تاریخ هر کدام آنها بحث و تلاش های زیاد را به وجود آورده است. سخن اطراف یوجی ها، گون های سرخپوست و سفید پوست، سکایی ها، کیداری ها، خیانی ها، هیتالیان و غیره می رود. چون گفته شد قسمتی از پژوهشگران خیانی ها و کیداری ها را همان کوشانی ها و یا با کوشانیان در پیوندی می شمردند. یوجی ها یا یوایچی را قسمت سکایی و رومیان اسکیس یا سکیف نامیدند. بیان انشا و افشای تاریخ آنها آسیمسری و نظری سطحی را نمیپذیرد. هر مأخذ وابسته به برداشت اخبار درجه صحیحیت، گذشته دورانها، مقام و موقع مؤلف، رویداد و واقعیات را تصویر می کند. همین حالت در مورد یوجی ها نیز مشاهده می شود. چنان سعید نفیسی از برداشت آموزش مأخذ ها نتیجه می گیرد. او می گوید ولی ناگهان و به مقدمه در حدود سال 420 میلادی به جای کلمه سکیف متداول مورخان یونانی رومی و کلمه ترک معمولی مورخین ایرانی و عرب لفظ دیگری پیدا شده است که مورخین ایرانی و عرب آن را حیاتیله و مورخین رومیت الصغری هفتالیت و مورخان ارمن هفتال نشان دادند. تمام طوایف این نژاد را به اسم هون خواندند و فقط برای امتیاز از قبایلی که در مغرب دریای خزر بودند به این طوایف شرقی باختریان اسم هونی سفید دادند. گله سعید نفیسی از سردرگمسازی های سرچشمه های دوره های مختلف است، پایان ندارد. در نوشته های سویندزن از سرزمین خیماتالا سخن می رود که قبل از توخالا یعنی از تاخرستان وجود داشت. در اخبار دوران ها عمومیت دیدن ممکن است ولی باور کردن مشکل تر. همین سردرگمی ها به سود تاریخ سازان نو برآمد است که می توانند در شرحش ترک تازی کنند، یعنی تیره های آریایی را به قبیله های ترک نسبت بدهند. در این حالت مکان سکونت و جغرافیای راستین اقوام اهمیت پیدا می کند. باستانشناس شناخته دینیسف از قول سویندزن می نویسد که توخالا از سرزمینی نمایندگی می کند با موافقت کوه منظر با وادی ها و زمین های شیردار سرحاصل. زنهای شوهردار کلاها را با شاخهای چوبین به سر می کنند. شاخ از پیش نشانه از شوهرداری و از پس علامت مادر بودن است. مواد شبیه در تحقیقات بیچورین وامی خورد. با عقیده و این گونه رسم خاص هیتالی ها بود. با جغرافیای تاریخی و زبانشناسی در لحظه های دیگر مراجعت خواهیم کرد که الحال مشکلات خود و شنونده را افزون نکنیم. از باب کشور هیتالیان از نوشته های مورخ عصر 5 ارمن معلومات در دست داریم. در عصر 6 باشد ادیب سوریانی ستیلت هیتالیان را در ردیف گونها نام میبرد. در مأخذهای هندی نیز آنها را هونه نام بردند. در مجموع عنقریب کلی اقوام کوچی در متنهای پیشین گون عنوان گرفتند. آن همین است کلابه‌ای که سررشته‌اش را یافتن مشکل می شود.
چنانه در روزگار و برآمد نژادی کیداری ها و خیانی ها بحث و تلاش ها به انجام نرسیده است. خیانی ها را نیز به گونها نسبت می دهند که بحث برانگیز است. با سببی که قسمت افزون محققان قزاق و ازبک و قرغیز گونها را اجداد خود می شمارند و با این خویشاوندیشان را با خیانی ها ثابت کردنی می شوند. با پذیرفتن تاریخ بافی ایشان ساکن قدیمه آسیای مرکزی بودنشان ثابت می شود، ولی هیچگاه چنین نبودن نیست. آنها تلاش دارند اسم خود را یعنی ترکان را به وسیله خیانیان به کتاب مقدس اوستا کوچانند. زیرا پژوهشگران بی‌غرض و واقع بین موجودیت خیانی ها را به زمان پیدایش اوستا نسبت می دهند و می گویند که پادشاهشان گرومبد بود و پسری داشت، جوانی خیلی بالا بلند و زیباتر از همسالان خود. این اسناد مقابل ترک پرستان است که خیانیان را اجداد خویش می شمارند و اشاره جوان برنای امیان مرسلین دلیل صحیح است در مقابل هنگامه سازان و تحریفکاران تاریخ. تا ما در این موضوع زیاد نوشتند و ما نیز در تکیه به معلومات نامه های ایشان می افزاییم که سالنامه‌نگاران پیشین و سیاحان خاصیت های آناتومی، فیزیولوژی و آنتروپولوژی اقوام ماورای آناسای را یعنی ترکان را خوب می دانستند و این به افکار عمومی تاریخ نگاری وارد و به ادبیات قدیم و عصر میانه راه یافت. اگر خبر امیان مرسلین را به نظم بگردانیم که کوچیان را بی‌زیب و بدهیبت و دلناکش تصویر کرده بود، با شعر به طریق زیل صدا می دهد. روی ترکان هست نازیبا و چوست، زرد و پرچین چون ترنج آبخوست. مواد موجوده امکانیت می دهد نتیجه گرفت که قبیله های جنگاوری خیانی و کیداری برآمد آریایی دارند و همچنان گفته شد در قسمتی از سرچشمه ها خیانیان را با کوشانی ها علاقمند کردند. آنها پسون به هم آمیزش یافته در زمان سلطنت هیتالیان و روزگار سیاسی زمان درآویخته قسمتی از جزئی کشور می گردند. در مورد ترک یاد شدن مردم و سرزمین ترک ها را در سرچشمه های تاریخی عالم شهیر بابا جان غفورов اناخرونیسم نامیده است که به همان مقاومت ایران و توران در پیوندی است. این بیماری بی‌درمان 2 عصر است که مداومت دارد. سالهای آخر قزاق‌ها تاریخشان را با سکای‌ها پیوسته تا میریث را ملکه اقوام قزاق می‌شمارند و فیلم نیز برداشته شد. هوا و هوس بزرگ نشان دادن اجدادشان در این طایفه ها هیچ نمی‌کاهد، بلکه روی به افزونی دارد، در صورتی که دلیل و داوشان خیلی عامیانه و خنده‌آور است. می‌خواهم از خاطره حالتی را قصه کنم که سال 2002 در سیمپوزیوم بین المللی در شهر بیشکک آید به عنعنه تاریخ و اتنوگنز مردم شرق به وقوع پیوسته بود به یاد بیارم. تاریخشناس قرغیز اندر باب نقش عوام قرغیز در حرکت بزرگ خلقها و تغییر جهان اروپا صحبت آراسته با دل و جان می‌خواست که به سخنانش باور کنند. حتی نام پیشوای قوم‌های متحده اتیلا را به طریق خود شرح و توضیح می‌داد و گفتش اتیلا همان عادل خان است و برآمدش از اولوس آنهاست. در پهلوی من استاد مومن قناعت نشسته بودند و با تحریک استاد مومن قناعت و تاریخ نگار قرغیز سوال کردم که پریشانش ساخت. از مدعی پرسیدم که تاریخ ساخته شما را فرزند بپذیریم. خواهشمندم بگویید که واژه عربی به دشت‌های سیبیر چگونه راه یافته، همان هم در عصر 5 میلادی. و پس از اندکی تحمل افزودم و شما معلوم بود که نسب بنده عادل است و با عدل و عدالت در پیوندی است. اگر برآمد قرغیزی عادل را شهر می دادید میندار می شدم. سردرگمی و صدپیچ‌خوری زبان تاریخ ساز تحریف‌خوار باعث تمسخر حاضران گردید و اخمی روش شد. واقعا هیچ اندیشه نکرده بود که عادل هیچ رابطه با اتیلا ندارد. در ادامه ماهیت موضوع و در خور سود ما باید ذکر کنم که در برابر اسناد فراوان قبیله های آریایی خیانی نامهای محل و منطقه را
پس از خود باقی گذاشتند. در این روند می‌سزد به پژوهش‌های پسین باستانشناسی و زبانشناسی توجه نمود. به عقیده اوستاشناس معروف بابا نظر غفار، محل‌های تاریخی ختلان، کولا، بلجوان، دشت جون، دشت تارا، داشتمندی، یاکسو ریشه کهنی پیدایش داشته زبان تاجیکی را با زبان پرات ایرانی می‌پیوندند. در این زمینه او در واژه بلجوان همان اساسی را تحقیق می‌نماید که برای علم تاریخ ضرورت دارد. بابا نظر غفار می‌نویسد: احتمال بلجوان به پندار من به کلمه اوستایی حیوان و معنای از خود راضی بودن، قانع بودن، حکمرانی کردن، همچون سرور عمل کردن همریشه بوده. و تخمین من از ترکیب بر حیان عبارت می باشد که معنای یونیان بالا را دارد. محقق برجسته بابا جان غفورов کلی سرچشمه های خطی و آثار سالنامه‌نویسان یونانی، ریمی، ویزنتی، سوریانی، چینی، ارمنی و هندی و رساله های عالمان برجسته تاریخ و لینگویستیک را مورد استفاده قرار داده است. میان اندیشه های زبانشناس بابا نظر غفار و مواد بعد نشر آورده علامه بابا جان غفورov می توان یک عمومیت پیدا کرد. چنان بابا جان غفورov ضمن مقایسه و آموزش سکه ها می نویسد: هیتالیان خود را خیان می گفتند، پس آنها یکی از شاخه های خیانیان بودند. از روی خط تنگه ها معلوم شد که زبان رسمی آنها در ملک های تخارستان خود باختری بوده است. در صورت قبول فرضیه معلوم می گردد که آنها قبیله های شرق ایرانی اند و یا سکایی های همین سرزمین پروسعت. برای تصدیق آن چند مواد دیگر نیز داریم. چنان محققان دین کردند که هیتالیان در آثار کتبی زردشتی و پهلوی و هندی با عنوان خیانیان ذکر شدند و هم فرضیه‌ای که هیتال از کلمه فارسی هفت برآمده است. نباید نیز از تأکید ابوالفضل بیهقی فراموش کرد که حیاتیله جمع هیتل است و در بخارا زورمرد را گویند. همزمان در زبان شرق ایرانی ختناسکایی به این مانند معنای جسور و دلاور را دارد. در مجموع اندیشه زبانشناس شناخته تاجیک بابا نظر غفار با معنی دادی منبع‌ها مخالفتی ندارد و از روی ماهیت سازگار است. اندر حیات اجتماعی و زندگی نامه منبعه آنان می توان دلیل‌ها دریافت کرد. مورخ یونانی پراکوپ تولدش میانه های عصر 5 و وفاتش سال 562 میلادی نوشته است که حیاتیله مدت‌های مدید است که در دیار خود جا گرفتند و تمام مزایای مردم شهرنشین در ایشان هست. همچنین بنا به اخبار سویانزن خیمتل بیش از 10 شهرستان سر اهالی و آباد داشت و والی سرزمین خیلی مملکت‌ها را مطیع گردانده بود. برای تقویت فکری متن‌های پیشین کاوش‌های باستانشناسی اهمیت کلان پیدا می‌کنند. با دست آمدن جسد جنگاوری هیتالی در غیلات اشاره می‌کند که چندی از شهرستان‌های هیتالیان را در وادی کولا باید جست. پیدا گردیدن گورستان یوجی‌ها، همان یویج‌ها و اوسون‌ها که از روی پیدایش اتنیکی به یوجی‌ها قرابت داشتند، سال 1978 در سیراوی ناحیه دنقره نقطه فوق را بی بحث می‌گرداند و هم عالمان را تشویق بدان می‌کند که اندر تدقیق و بررسی تاریخ اتنیکی یوجی‌ها، سکایی‌ها، پرنی‌ها، کیداری‌ها، خیانی‌ها، کوشانی‌ها و هیتالیان جدیدتر تلاش ورزند. بیشتری از پژوهشگران از رونق هنرمندی در عصرهای 5 و 6 مثال می‌زنند ولی از عنوان یویچی‌ها یاد نمی‌کنند. حالانکه در تاریخ چین رخدادی را از سالهای 424 تا سال 451 میلادی ثبت کردند که به طریق زیل است. تاجری از دیار یویچی‌ها به دربار امپراتوری چین آمد و پیشنهاد کرد شیشه‌های رنگین را که پیش از آن از دیار مغرب می رسید و بسیار گرانبها بود بسازد. بنا به دستور وی کاوش در کوهسارها کردند و سنگ‌هایی که برای ساختن شیشه به کار بود یافتند و آن بازرگان توانست شیشه‌های رنگین بسیار زیبا بسازد. از روی مواد موجوده بار نخست دولتی بنیاد کرده یفتل‌ها در قلمرو پهناور در سالنامه‌های ارمنی، سوریانی، چینی و رومی با عنوان خپتل، هفتل، هیمتل، ابتالی
در عصرهای میانه بروقتی یاد می شود و واقعاً یکی از امپریاهای محتشم آن دوران بود. با شکل گرفتن دولت پهناور و پرزور که یک نوع اتحاد نیز بود، مقاومت با ساسانیان اوج گرفت. واقعاً هیتالیان موقع مهمی سیاسی و حربی را کسب نموده و کشورهای دور نزدیک هیئت‌های سفارت می‌فرستاد. انجام گفتار سیوم. شما خوانش بدیعی را تحت عنوان داستان ناسکل در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراران و کارگردان زبیدالله جان محمدов شنیدید.